به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب زیبا شروع میکنیم. مریخی ها و ونوسی های واقعی، نویسنده جان گری، ترجمه مهدی قراچداغی. این کتاب توسط نشر پیکان در سال 1382 نوبت چاپ اولش بوده و در حوزه روابط زن و مرد، روانشناسی مردان، روانشناسی زنان و روابط زناشویی نوشته شده. این کتاب شامل چندین فصل هستش و مقدمه کوتاه که فصل‌ها رو بعد از اون شروع کرده. ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس با هم کتاب رو شروع میکنیم. با من همراه باشید. مریخی ها و ونوسی های واقعی، اجمالی از کتاب مشهور مردان مریخی، زنان ونوسی، اثر دکتر جان گری. این کتاب به مدد کارتون ها و نقاشی های جذاب و معنیدار شمای زیبایی از یافته های دکتر جان گری را به خوانندگان کتاب عرضه می کند. باشد که مریخی ها و ونوسی های ما در رابطه پایا و عشقی همیشگی به سر برند. دکتر جان گری متخصص برجسته ارتباطات و روابط انسانی و نویسنده 12 کتاب پرفروش است که در 30 سال گذشته سمینارهای متعددی در زمینه رشد شخصی برگزار کرده است. دکتر گری درمانگر و مشاور امور زناشویی و عضو انجمن مشاوره امریکاست. او به اتفاق زن و 3 فرزندش در شمال کالیفرنیا سکونت دارد. با هم مقدمه رو شروع میکنیم. به راستی که زمان تغییر کرده است، اما هنوز هم زنان و مردان تفاوت‌های چشمگیری با هم دارند. مرد وقتی ازدواج میکند امیدوار است که زنش همانی که هست باقی بماند. اما زن پس از ازدواج امیدوار است که شوهرش تغییر کند. مردها همچنان میخواهند بدانند که زنها چگونه شاد میشوند و به احساس خوشبختی میرسند. اما زنها میخواهند دوباره و چند باره مردها را تجزیه و تحلیل کنند. وقتی مردی سکوت میکند و در خود فرو میرود، زن از خود میپرسد: آیا مرا دوست دارد؟ آیا حرف بدی زدم؟ آیا داریم از هم فاصله میگیریم؟ آیا کاری کردم که او ناراحت شد؟ و حالان که ممکن است مرد تنها در این فکر باشد که تلویزیون چه برنامه‌ای دارد. هرگز در طول تاریخ زن و مرد تا این اندازه به هم نزدیک نبودند. مردها می‌خواهند زمان بیشتری را در عشق و عاشقی به سر برند. زنها کنار مردها در دفاتر و ادارات کار می‌کنند. با آنکه مشخصاً به یکدیگر شباهت بیشتری پیدا می‌کنیم، اما این بدان معنی نیست که با هم تفاوتی نداریم و نیازهایمان یکسان است. در واقع تفاوت‌های ماست که ما را به یکدیگر جلب می‌کند. تفاوت‌ها سببی هستند تا شریک زندگیمان را جالبتر و جذابتر ببینیم و با این حال همین تفاوت هاست که تولید اختلاف می کند. اما مسئله اصلی این است که انتظار داریم همسرمان مانند ما بیاندیشد و مانند ما رفتار کند. با خواندن کتاب مریخی ها و ونوسی های واقعی و به خاطر داشتن این نکته که مردها مریخی و زنها ونوسی هستند، این مسئله بسیار مهم و اساسی حل و فصل می شود. می توان به لطف مشرب خوش و لطیفه و بذر تفاوت‌های جنسیتی را شناخت و مشکلات را از میان برداشت. اغلب اوقات زنان و مردان شرکت کننده در سمینارهای من تشکر می کنند که با زبان بذله و لطیفه مسائل را با آنها در میان می گذارند. آنها در حالی که تبسمی بر لبان خود دارند بهتر می توانند مسائل را درک کنند و پیامها را بشنوند. در سرتاسر کتاب حاضر مردها به لطف مزاح و شوخی جوابی برای یکی از دیربازترین
پرسش‌هایشان پیدا می‌کنم. برای مردها همیشه این سوال مطرح بوده است که چه چیزی زنها را شاد می‌کند؟ از سوی دیگر زنها هم جوابی برای سوالات خود پیدا می‌کنند و در موقعیتی قرار می‌گیرند که رفتارهای عجیب و غریب مردان را درک کنند. برای مثال زن متوجه می‌شود که چرا مرد پس از اینکه اوقات خوبی را با هم گذرانده‌اند ناگهان به او بی‌اعتنا می‌شود. مردها هم به نکاتی پی میبرند. مثلا متوجه میشوند که چرا زنان در حالی که درباره مسائلشان حرف میزنند دنبال جواب نمیگردند. چرا نمیخواهند مرد زندگیشان بلافاصله جواب و راه حل بدهد؟ مردها کم کم متوجه میشوند که چرا زنها در مواقعی درباره مسائلی بحث میکنند که راه حل ندارد. در مریخ اگر نتوانید مسئله ای را حل کنید، راه حل پیش روی شما این است که مسئله را فراموش کنید و به راهتان ادامه دهید. اما در ونوس فلسفه متفاوتی حاکم است. اگر نمیتوانیم مسئله را حل کنیم، دست کم میتوانیم درباره‌اش با هم حرف بزنیم. وقتی با روش‌های یکدیگر در مورد استرس و حل مسئله آشنا شویم، میتوانیم بیش از گذشته در مقام حمایت از یکدیگر باشیم. مسئله این نیست که نمیخواهیم در مقام حمایت از یکدیگر باشیم. هیچ کس صبح وقتی از خواب بیدار می شود از خود نمیپرسد چگونه میتوانم او را ناراحت کنم؟ وقتی عاشق میشویم میخواهیم در بهترین حد خود ظاهر شویم. موضوع و مسئله‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ظاهر شدن در بهترین حد خود همیشه آن چیزی نیست که همسرمان میخواهد یا به آن نیاز دارد. ما خود به خود حمایتی را که فکر می‌کنیم درست است ارائه می‌دهیم که این لزوماً همان چیزی نیست که همسرمان می‌خواهد. من به عنوان یک مرد اگر در شرایط روحی خوبی قرار نداشته باشم، اغلب می‌خواهم کسی به من کاری نداشته باشد و به طرزی دوستانه به حال خود رها شوم تا روحیه‌ام دوباره تغییر کند. آخرین چیزی که می‌خواهم این است که از من بپرسند چه احساسی دارم؟ اما زن از شوهرش انتظار دارد که به او توجه کند و درباره روزی که پشت سر گذاشته از او سوال کند. اگر به این تفاوت‌هایی که میان ما وجود دارد توجه نکنیم، زمانی که زن روز بدی را پشت سر گذاشته، شوهرش به طرزی دوستانه به او بی‌اعتنایی می‌کند و بعد به اشتباه فکر می‌کند که رفتار حمایتگرانه‌ای داشته است. زن هم به سهم خود برایش سوالی مطرح می‌شود. او از خود می‌پرسد چگونه می‌تواند در این زمان که بیش از همیشه به او احتیاج دارم به من بی‌اعتنایی کند؟ آیا این بدان معناست که او دیگر به من علاقه‌مند نیست؟ و با این سوء تفاهم ساده روحیه‌اش خراب می‌شود. در حالی که تلاش کرده ایم حمایتگر باشیم، رفتارمان او را بیشتر ناراحت می‌کند. در کتاب مریخی‌ها و ونوسی‌های واقعی متوجه می‌شویم که در بسیاری از مواقع به گمان اینکه می‌دانیم همسرمان چه می‌خواهد، کارهایی می‌کنیم که در واقع او خواهان آن نیست. می‌توانید طی چند روز بدانید و متوجه شوید که برای انتقال عشق واقعی خود چه باید بکنید و چه واکنش‌هایی نشان دهید. در این کتاب خلاصه و ساده جوهر تمامی کتاب‌هایی را که درباره مریخی‌ها و ونوسی‌ها نوشتم ملاحظه می‌کنید و به اسرار زندگی در مریخ و ونوس پی می‌برید. در حالی که بعضی‌ها برای پی بردن به تفاوت‌های اصولی میان زنان و مردان به مطالعه بیشتر احتیاج دارند. این کتاب دارای شرایط و کیفیتی است که راه‌های مناسبی را برای برقراری ارتباط موفق و مؤثر در اختیار شما قرار می‌دهد. این کتاب کم حجم صرفاً دستورالعملی برای رسیدن به روابط موفقیت‌آمیز نیست. کتابی است که خواندنش تفریحی و لذت بخش است. شما مانند هزاران نفر از کسانی که در همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی من در زمینه مریخی‌ها و ونوسی‌ها شرکت کرده‌اند، با نمونه‌ها و موارد عدیده‌ای آشنا می‌شوید که نشان می‌دهد چگونه از یکدیگر برداشت‌های ناصواب می‌کنید.
این پیام ساده نه تنها روابط سرشارتری را برای شما به ارمغان می‌آورد، بلکه تاکنون سببی بوده تا از فروپاشی هزاران ازدواج جلوگیری کند. من طی 3 سال مشاوره در امور زناشویی به این نتیجه رسیدم که همه مسائل بزرگ در شروع یک مسئله ساده بودند، اما در همان حد سادگی حل و فصل نشدند. وقتی مسائل ساده حل و فصل نمی‌شوند، تبدیل به مسائل جدی و بزرگ می‌شوند و بعد به نظر می‌رسد که برایشان راه حلی وجود ندارد. اگر به عقب برگردیم و مسائل کوچک و جزئی را مورد توجه قرار دهیم، مسائل بزرگ خود به خود ناپدید می‌شوند. من به راستی معتقدم وقتی مردان و زنان بتوانند یکدیگر را به شکلی که لازم است بفهمند و تفاوت‌های درونی و ذاتی خود را درک کنند، رویای عشق پردوام و ادامه‌دارشان تحقق پیدا می‌کند. میزان طلاق کاستی می‌گیرد و زوجها از عشقی بلند مدت برخوردار می‌شوند. من به این امر اعتقاد دارم، زیرا همه روزه شاهد اتفاق افتادن آن هستیم. در ضمن مطمئنم وقتی زن و مرد در این زمینه‌ها به آشنایی لازم دست پیدا کنند، هماهنگی جدیدی در دنیا به وجود می‌آید و شرایطی فراهم می‌شود تا به آنچه همیشه می‌خواستیم دست یابیم. عشقی که امروز شما با همسرتان سهیم می‌شوید، نه تنها همسر و فرزندانتان را سرشار می‌کند، بلکه دنیا هم از آن بهره‌مند می‌گردد. امیدوارم از خواندن این کتاب لذت ببرید و بعد مطالب آن را با دوستانتان در میان بگذارید. نکته‌های زیادی هست که باید بیاموزید. امیدوارم در عشق رشد کنید و به روشنایی برسید. از اینکه به من فرصت دادید تا در زندگیتان تفاوتی ایجاد کنم متشکرم. اما فصل اول، وقتی زنان و مردان بتوانند به تفاوت‌هایشان احترام بگذارند، عشق فرصت رشد کردن پیدا می‌کند. مردها مریخی و زنها ونوسی هستند. تصور کنید که مردها به سیاره مریخ و زنها به سیاره ونوس تعلق دارند. مدت‌ها قبل یکی از روزها در حالی که مریخی‌ها از پشت دوربین‌هایشان نگاه می‌کردند، برای اولین بار ونوسی‌ها را دیدند. با دیدن این ونوسی‌ها احساسی در مریخی‌ها ایجاد شد که نظیرش را قبلاً تجربه نکرده بودند. مریخی‌ها عاشق شدند و سفینه‌هایی ساختند تا به ونوس پرواز کنند. ونوسی‌ها با آغوش باز پذیرای مریخی‌ها شدند. آنها به فراست می‌دانستند که چنین روزی از راه خواهد رسید. دل‌هایشان گشوده شد. آنها هم عشقی را تجربه کردند که قبلاً هرگز سراغ نداشتند. عشق میان مریخی‌ها و ونوسی‌ها جادویی و اعجازگونه بود. آنها از قرار گرفتن در کنار هم شاد و مسرور بودند و از اینکه با هم باشند مهر و عشق خود را با هم سهیم شوند و کارهایشان را به اتفاق انجام دهند سر از پا نمی شناختند. آنها با آنکه به سیاره‌های متفاوتی تعلق داشتند از تفاوت‌هایشان الهام گرفتند و مشعوف شدند. ماه‌ها وقت صرف کردند تا یکدیگر را بهتر بشناسند. نیازهای متفاوتشان را وارسی کردند و به ترجیحات و انگاره‌های رفتاریشان توجه نمودند. آنها سالها در هماهنگی و عشق زندگی کردند. بعد تصمیم گرفتند به کره زمین بیایند. در شروع همه چیز عالی و بی‌کم و کاس بود. همه چیز زیبا بود، اما فضا و جو زمین روی آنها تأثیر گذاشت. یکی از روزها وقتی صبح از خواب بیدار شدند، همه دچار نوعی نسیان و فراموشی شده بودند. هم مریخی‌ها و هم ونوسی‌ها فراموش کردند که به سیاره‌های متفاوتی تعلق دارند و قرار است که با هم تفاوت‌هایی داشته باشند. صبح روزی آنچه درباره تفاوت‌های یکدیگر سراغ داشتند از خاطرشان پاک شد و از آن روز به بعد زنان و مردان با هم در تعارض شدند. 7 تفاوت مهم. مریخی‌ها. 1. بزرگترین اشتباه. مریخی‌ها سخن را قطع می‌کنند تا راه حل ارائه دهند. 2.
مریخی‌ها به زبان مریخی حرف می‌زنند. 3. مریخی‌ها باید اهمیت گوش دادن را بیاموزند. 4. در مریخ ابراز عشق تحول آفرین است. 5. مردها برای رسیدن به احساس بهتر به غارهایشان پناه میبرند. 6. در مریخ فرض بر این است که اگر زن تقاضای بیشتری ندارد حتما از آنچه میگیرد رضایت دارد. و 7. مریخی‌ها لذت میبرند که از آنها تشکر و قدردانی شود، مورد پذیرش قرار گیرند و به آنها اعتماد شود. مطمئناً در ذات هر مریخی اندکی ونوسی وجود دارد. اما ونوسی‌ها: 1. بزرگترین اشتباه: ونوسی‌ها بی آنکه از آنها خواسته شود پیشنهاد کمک می‌دهند. 2. ونوسی‌ها به زبان ونوسی حرف می‌زنند. 3. ونوسی‌ها باید بیاموزند که از تلاش برای تغییر دادن مردها دست بردارند. 4. در ونوس اندکی ابراز عشق تحولی به وجود می‌آورد. 5. زنان برای رسیدن به احساس بهتر حرف می‌زنند. 6. ونوسی‌ها دوست ندارند که ابراز عشق و محبت را طلب کنند. 7. ونوسی‌ها دوست دارند مورد احترام قرار گیرند و درک شوند. مطمئناً در ذات هر ونوسی اندکی مریخی وجود دارد. اما زندگی در مریخ: توانایی مردها در رسیدن به نتیجه مطلوب، عزت نفس و برداشت آنها از خود را تعریف می‌کند. مریخی‌ها به قدرت، صلاحیت و شایستگی، کارایی و موفقیت بها می‌دهند. آنها همیشه در مقام اثبات خویشتن هستند و می‌خواهند که قدرت و مهارت‌های خود را افزایش دهند. عزت نفس آنها با توجه به نتایجی که به دست می‌آورند ارزیابی می‌شود. مردها از طریق موفقیت و کسب پیروزی خود را محک می‌زنند. مردها به اشیا و اهداف بیش از اشخاص و احساسات توجه دارند، در حالی که زنها به عشق و عاشقی می‌اندیشند. مردها به اتومبیل‌های قدرتمند، کامپیوترهای سریع‌تر و تکنولوژی‌های جدید و توانمند نظر دارند. مردها خواهان چیزهایی هستند که با ایجاد نتایج مطلوب و رسیدن به هدف‌هایشان به آنها کمک کنند. اما زن ممکن است به این نتیجه برسد که او را به حساب نیاوردند. زیرا وقتی مرد به کارش توجه می‌کند و با تمام فکر و ذکرش حل کردن مسئله است، زن احساس می‌کند که مرد به احساسات او توجه ندارد. اما زندگی در ونوس: عزت نفس زنان و برداشت آنها از خود از طریق احساسات و کیفیت روابطشان رقم می‌خورد. ونوسی‌ها برای عشق، ارتباط، زیبایی و روابط ارزش خاصی قائلند. آنها فرصت زیادی را صرف حمایت، کمک و توجه به یکدیگر می‌کنند. ارتباط برای آنها اهمیتی خاص دارد. صحبت کردن و برقراری رابطه با یکدیگر منبع موفقیت بیش از اندازه است. در ونوس همه روانشناسی می‌خوانند و دست کم هر کدام مدرک کارشناسی ارشد در مشاوره دارند. آنها به رشد و اطلاع شخصی، معنویت و هر چیزی که بتواند به آنها زندگی بهتر، التیام و شفا و رشد بدهد توجه دارند. ونوس پر از پارک، باغ، مراکز خرید و رستوران است. ونوسی‌ها به شدت شمی هستند یا شمی هستند. آنها این مهارت را طی قرون متمادی از طریق پیش‌بینی کردن نیازها و احساسات دیگران فرا گرفتند. نشانه عشق سرشار در ونوس این است که به یک ونوسی دیگر بی آنکه او تقاضا کرده باشد کمک داده شود. اما در این میان اگر ونوسی‌ها بخواهند با مردها این گونه برخورد کنند، ممکن است آنها احساس کنند که مورد توهین واقع شدند. زیرا وقتی زنی توصیه و راهنمایی می‌کند، مرد احساس می‌کند که آن زن به درایت و قابلیت‌های او به عنوان یک مرد اعتماد ندارد. وقتی به خاطر داشته باشیم که مردها مریخی و زنها ونوسی‌اند، همه چیز روشن می‌شود. اگر مردها و زنها به این امر توجه داشته باشند که قرار است با هم متفاوت باشند، با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند.
اغلب اوقات به این دلیل که این واقعیت مهم را فراموش می‌کنیم. خشمگین و ناراحت می‌شویم. ما انتظار داریم که جنس مخالف درست مانند ما باشد. انتظار داریم آنچه را ما می‌خواهیم آنها هم بخواهند و آنطور که ما احساس می‌کنیم آنها هم احساس کنند. با درک تفاوت‌های پنهان جنس مخالف بهتر و راحت‌تر می‌توانیم عشق درون دل‌هایمان را ارزانی یکدیگر کنیم. با تأیید و اعتبار بخشیدن به تفاوت‌هایمان می‌توانیم به راه حل‌های خلاق برسیم و به آنچه مایلیم دست یابیم. از همه مهمتر می‌توانیم بیاموزیم که چگونه عشق و حمایت خود را ارزانی کسانی کنیم که به آنها علاقه‌مندیم. عشق جادویی است و می‌تواند پردوام باشد. کافی است تفاوت‌هایمان را فراموش نکنیم. بیشترین گلایه زنها از مردها این است که گوش نمی‌دهند. بیشترین گلایه مردها از زنها این است که می‌خواهند آنها را تغییر دهند. فصل 2. آزمون مهم مریخ و ونوس. وقتی این آزمون را تکمیل می‌کنید به مکان آرام و خلوتی بروید تا بتوانید منصفانه و صادقانه به سوالات جواب دهید. هم مریخی‌ها و هم ونوسی‌ها باید در این آزمون شرکت کنند. اما تنها شما لازم است که از امتیاز خود مطلع شوید. مریخی‌ها از تکمیل کردن آزمون متنفرند. از این رو انتظار نداشته باشید که جوابهایشان را با شما در میان بگذارند. آیا به راستی به حرفهای او یعنی زن گوش می دهید؟ این آزمون را تکمیل کنید تا بدانید آیا یک مستمع خوب هستید یا نه. برای هر عبارتی که گهگاه میگویید امتیاز 1، برای هر عبارتی که اغلب میگویید امتیاز 2 و برای هر عبارتی که همیشه میگویید امتیاز 3 را در نظر بگیرید. 1. نباید اینقدر نگران باشی. 2. اما آنچه من گفتم این نبود. 3. مسئله خیلی مهم است. مسئله خیلی مهمی نیست. 4. بسیار خوب، متاسفم. حالا می توانیم این را فراموش کنیم. 5. چرا این کار را نمی کنی؟ 6. اما ما با هم زیاد حرف می زنیم. 7. نباید ناراحت شوی. 8. خب می خواهی چی بگویی؟ 9. اما نباید چنین احساسی داشته باشی. 10. چطور می توانی چنین حرفی بزنی؟ هفته پیش یک روز کامل را با تو بودم. روز خوبی را با هم گذراندیم. 11. منظورم این نبود. 12. بسیار خوب. حیاط خلوت را جارو می کنم. آیا این کار تو را راضی می کند؟ وقتی مردی زنی را دوست دارد به اشتباه گمان می کند. اگر تبدیل به آقای حلال مسائل شود به آن زن محبت کرده است. این در حالی است که تنها خواسته زن احساس همدلی و درک شدن است. 13. متوجه شدم کاری که تو باید بکنی این است. 14. ببین در این مورد کاری نمیتوانیم بکنیم. 15. اگر میخواهی گله کنی بهتر از حرف نزنی. 16. چرا اجازه میدهی مردم با تو این گونه حرف بزنن؟ 17. اگر از زندگی زناشویی ما راضی نیستی میتوانیم از هم جدا شویم. 18. بسیار خوب، از حالا به بعد میتوانی این کار را بکنی. 19. خودم ترتیب آن را میدهم. 20. البته که به تو توجه دارم، حرف مسخره است. 21. لطفاً از موضوع خارج نشو. 22. تنها کاری که باید بکنیم این است که 23. ابداً این اتفاقی نیست که روی داد. نتایج آزمون مریخی. آیا به راستی به صحبت او گوش می دهید؟ امتیازات به دست آمده را جمع‌بندی کنید. امتیاز 0 تا 10. به شما تبریک میگویم، شما یک مستمع عالی هستید. شما مردی حمایتگر، قابل اعتماد و شایسته. امتیاز 10 تا 21. در مواقعی گوش نمی دهید اما در اغلب موارد مستمع خوبی هستید. امتیاز بالاتر از 21. شما مستمع خوبی نیستید. در هفته آینده هرگاه زنی با شما صحبت می کند سعی کنید به حرفایش گوش بدهید. هرگاه احساس کردید که می خواهید حرف او را قطع کنید و راه حل ارائه دهید زبانتان را گاز بدید. این گونه از امتنان و سپاسگزاری او شگفت زده خواهید شد. اما برای ونوسی‌ها، آیا هنوز می خواهید او یعنی مرد را اصلاح کنید؟
خانم عزیز، پرسشنامه زیر را تکمیل کنید تا از میزان پذیرش خود اطلاع حاصل نمایید. برای هر عبارتی که گهگاه میگویید 1 امتیاز، برای هر عبارتی که اغلب میگویید 2 امتیاز و برای هر عبارتی که همیشه از آن استفاده میکنید 3 امتیاز در نظر بگیرید. 1. چطور میتوانی به فکر خرید آن باشی؟ 2. آن بشقاب‌ها هنوز تر هستند، اینطوری لکه‌دار میشوند. 3. فکر میکنم موهایت بیش از اندازه بلند شده است. 4. آن طرف جا برای پارک است، برو آنجا پارک کن. 5. تو میخواهی با دوستانت وقت بگذرانی، تکلیف من چه میشود؟ 6. نباید اینقدر کار کنی، یک روز مرخصی بگیر. 7. آن را آنجا نگذار، گم میشود. 8. از یک لوله کش کمک بگیر، او میداند چه باید بکند. 9. چرا باید برای خالی شدن میز صبر کنیم؟ مگر قبلا میز رزرو نکرده ای؟ 10. باید با بچه ها وقت بیشتری صرف کنی، دلشان برایت تنگ می شود. 11. دفتر کارت هنوز به هم ریخته است، چگونه می توانی در چنین جایی فکر کنی؟ کی می خواهی دفترت را منظم کنی؟ 12. باز هم فراموش کردی آن را به خانه بیاوری؟ 13. بیش از اندازه سریع رانندگی می کنی، از سرعتت کم کن، جریمه می شوی. وقتی زن مردی را دوست دارد، کمیته اصلاح او را در منزل تشکیل می دهد. این در حالی است که تنها خواسته مرد این است که به او اعتماد کنند و او را بپذیرند. 14. این بار باید خلاصه برنامه سینماها را بخوانی. 15. نمیدانستم کجایی، باید زنگ میزدی. 16. کسی از این کارتون آمیوه برداشته است. 17. با دست نخور، برای بچه ها بدآموزی دارد. 18. آن چیپس ها خیلی روغن دارند، برای قلبت خوب نیستند. 19. برای استراحت از وقت کافی صرف نمی‌کنی. 20. نمیتوانم همه چیز را رها کنم و با تو نهار بخورم. 21. این پیراهن با شلوارت جور نیست. 22. بیل برای 3مین بار زنگ زد، کی میخواهی جوابش را بدهی؟ و 23. جعبه ابزارت خیلی به هم ریخته است، شطور بابارش در آن گم میشود، کمی آن را مرتب کن. نتایج آزمون ونوسی. آیا هنوز میخواهید او را اصلاح کنید؟ امتیازات به دست آمده را جمع کنید. امتیاز 0 تا 10. به شما تبریک میگویم. شما یاد گرفته اید همسرتان را به همان شکلی که هست قبول کنید. جا دارد که همسرتان شما را به یک رستوران خوب ببرد. امتیاز 10 تا 21. شما هنوز میخواهید او را اصلاح کنید، اما روی هم رفته زن حمایتگری هستید. امتیاز بالاتر از 21. بله، شما هنوز میخواهید او را اصلاح کنید. در هفته آینده سعی کنید تا حد امکان به او راهنمایی ناخواسته نکنید. از او انتقاد نکنید. با رعایت این توصیه همسرتان از شما سپاسگزار خواهد شد و بیشتر مطابق میل و سلیقه شما رفتار خواهد کرد. فصل 3. برای رسیدن به احساس بهتر، مریخی‌ها به درون غارهایشان می‌روند تا مسائل را به تنهایی حل کنند. برای رسیدن به احساس بهتر، ونوسی‌ها دور هم جمع می‌شوند و درباره مسائلشان با هم صحبت می‌کنند. مردها به درون غارهایشان می‌روند و زنها صحبت می‌کنند. یکی از بزرگترین تفاوت‌های مردان و زنان چگونگی برخورد آنها با استرس است. مردها در برخورد با استرس در خود فرو می‌ریزند و منزوی می‌شوند، اما زنها تحت تاثیر استرس کلافه می‌شوند و درگیری احساسی و عاطفی پیدا می‌کنند. در این مواقع نیاز مرد برای رسیدن به احساس خوب با نیاز زن تفاوت می‌کند. مرد با حل کردن مسئله به احساس بهتر می‌رسد، اما زن برای اینکه حالش بهتر شود باید درباره مسائلش صحبت کند. بدون توجه به این تفاوت‌ها اصطکاک بی‌موردی در روابط ما ایجاد می‌شود. چرا مردها به درون غار خود می‌روند؟ 1. مرد احتیاج دارد درباره مسائلش فکر کند و به راه حل‌های عملی برسد. 2. او پاسخی برای مسئله خود ندارد. اما مردها هرگز یاد نگرفتند که بگویند خدای من جوابی برای این مسئله ندارم، باید به درون غارم بروم و راه حلی پیدا کنم. 3. او ناراحت شده و تحت فشار قرار گرفته است. در این مواقع مرد احتیاج دارد که با خود تنها بماند تا خونسردی‌اش را دوباره به دست آورد.
او نمیخواهد حرفی بزند یا اقدامی کند که بعداً افسوس بخورد. 4. مرد به فضا یا فاصله احتیاج دارد. در مریخ صحبت بیش از اندازه گاه ملال‌آور می شود، اما فاصله بر مهر و محبت می افزاید. چرا زنها صحبت می کنند؟ 1. برای انتقال یا دریافت اطلاعات. 2. برای اطلاع یافتن از اینکه می خواهد چه بگوید. 3. برای رسیدن به احساس بهتر در زمان ناراحتی. و 4. برای ایجاد صمیمیت. زن با در میان گذاشتن احساسات خود با دیگران احساس پیوند و اتصال بیشتری می کند. 5. سوء تفاهم رایج. وقتی مرد به درون غار خود می رود، نمی تواند به زنش محبتی را که شایسته اوست بدهد. در این مواقع برای زن دشوار است که همسرش را به شکلی که هست بپذیرد، زیرا نمی داند که او تا چه اندازه تحت فشار است. زن به اشتباه فرض را بر این می‌گذارد که چون شوهرش حرف نمی‌زند به او توجه ندارد. وقتی مردی به درون غار خود می‌رود، می‌تواند با استفاده 1 از 5% ذهنش که گوش می‌دهد حرف‌های زن را ثبت کند. به این دلیل می‌گوید که به حرف‌های زن گوش می‌دهد، اما زن خواهان توجه و گوش دادن با تمام وجود مرد است. 2. مرد می‌گوید که اگر جسمش حضور دارد، زن نباید بگوید که حضور ندارد، اما زن به هر صورت حضور کامل مرد را احساس نمی کند. 3. مرد دلیل می آورد که چون درگیر حل مسئله است که به شکلی به سود زن تمام می شود، او باید بداند که مرد به او توجه دارد، اما زن در واقع نیاز دارد که مرد با نشان دادن همدلی و درک و توجه محبت و علاقه‌اش را نشان دهد. 4. مرد میگوید که زن دلایل ناموجه دارد، زیرا کار کردن او به نفع زن تمام می شود. او متوجه نیست هنگامی که تمام وقتش را صرف کار می کند، زن عدم حضور او را شخصی به دل می گیرد. 5. مرد در درون غار خود نمی داند که چگونه رفتار بی‌تفاوتش روی دیگران اثر می گذارد. او می گوید که زنش بیش از اندازه انتقاد می کند و بیش از حد متوقع است، زیرا او کاری می کند که برای حل مسئله ضرورت دارد. اما زن قبل از اینکه شوهرش راه حل ارائه دهد به همدلی و همدردی او احتیاج دارد. اما رسیدن به آرامش از طریق صحبت کردن. وقتی زنی استرس زده است، به طور غریزی احساس می کند که برای رسیدن به احساس بهتر باید درباره مشکلاتش با کسی حرف بزند. وقتی زن حرف می زند، اهمیت هیچ مسئله ای را اولویت بندی نمی کند. اگر ناراحت است، از همه مسائل ریز و درشت آن ناراحت است. در این زمان زن در پی آن نیست که بلافاصله راه حلی برای مسائلش پیدا کند. به جای آن می خواهد صرفاً با صحبت کردن به احساس آرامش برسد. وقتی زنها درباره مسائلشان حرف می زنند، مردها اغلب مقاومت نشان می دهند. مرد اغلب فرض را بر این می گذارد که زن از آن جهت مسائلش را با او در میان می گذارد که او را مسئول مشکلاتش ارزیابی می کند. هرچه بر شمار مسائل اضافه شود، احساس سرزنش مرد بیشتر می شود. مرد متوجه نیست که زن صرفاً برای رسیدن به احساس بهتر حرف می زند. او نمی داند که صرفاً با گوش دادن زن را سپاسگزار می کند. چگونه مریخی‌ها و ونوسی‌ها به آرامش رسیدند؟ مریخی‌ها و ونوسی‌ها با هم به خیر و خوشی زندگی کردند، زیرا توانستند به تفاوت‌های یکدیگر احترام بگذارند. مریخی‌ها نیاز ونوسی‌ها را به صحبت کردن درک نمودند. حتی اگر مریخی‌ها حرفی برای گفتن نداشتند، آموختند که با گوش دادن می‌توانند به شدت از زن حمایت کنند. ونوسی‌ها هم آموختند که مریخی‌ها برای برخورد با استرس نیازمند تنها شدن و در خود فرو رفتن هستند. غار دیگر موضوع اسرارآمیزی برای زنان نبود. 6 اقدام برای حمایت از مرد در غار. 1. نیازش را برای فاصله گرفتن از جمع و با خود تنها شدن به رسمیت بشناسید. 2. سعی نکنید با ارائه راه حل مسائل او را حل کنید. سعی نکنید. 3. با طرح سوال درباره احساسش به او توجه نشان دهید. 4. کنار در غار منتظر خروج او نشوید. 5. نگران او نباشید، برایش متاسف نشوید. 6.
کاری کنید که باعث خوشحالی شما شود. کارهایی که می توانید وقتی مرد به درون غارش می رود انجام دهید. ونوسی‌ها: کتاب بخوانید، به یکی از دوستانتان تلفن بزنید، به گلها رسیدگی کنید، حمام کنید، موسیقی گوش کنید، یادداشت برداری کنید، مناجات یا مراقبه کنید، کفش‌های جدید بخرید، ماساژ بگیرید، به یک درمانگر مراجعه کنید، ورزش کنید، تلویزیون تماشا کنید. و از اینکه این 3 فصل رو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا ابتدای فصل 4 رو تونستم برای شما بخونم. امیدوارم که از این کتاب لذت برده باشید و اگر خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید ممنونم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.